قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. خداوند رو شاکر و سپاسگزاریم. موضوع بحث همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید اخلاق در خانواده نحوی در مورد خانواده باشه، ولی خوب شد از جنبه‌های هم یک موضوع کلی‌تر هست که برمیگرده به تمام جامعه. گرچه خود این قضیه که انشاءالله مطرح خواهد شد در چارچوب خانواده قطعاً بایستی رعایت بشه و جزو برنامه‌های اخلاقی درون خونه است و در بیرون از خانواده هم به همین صورت در همه اجزا و ارکان جامعه، تو خود مسجد، تو خود کوچه و خیابون، تو بازار، محل کار، هر کجا هستیم. این بحث امشب انشاءالله میتونه در همه ابعاد زندگیمون با رعایت کردن اون قسمتی از اخلاق و ادب دینی رو رعایت کرده باشیم. بحث اینه که ما احادیث فراوانی داریم که انشاءالله این احادیث به عنوان اون پایه ها و قواعدی است که پیامبر علیه السلام بیان کردند که در جامعه و در خانواده به بزرگترها، حالا توضیح داده میشه، بزرگترها کسایی که صاحب منصب، مقام، از نظر سن و سال بزرگسالن، سالمندن، موقعیت اجتماعیشون یک وضعیت و شرایط خاصی دارن که بهشون مقام و منزلت خاصی داده شده. احترام اونها نگه داشتن، تجلیل کردن، تکریم کردن و به زیر دستان و کوچکتران مهر ورزیدن، ترحم کردن، اینا جزء برنامه‌های دینی ماست که در درون خونه فرزندان نسبت به پدر و مادر، دختران و پسران کم سن و سالتر نسبت به برادران و خواهران بزرگسالشون که سن و سالی ازشون گذشته بزرگترن، احترام رو رعایت بکنن و تکریم و تجلیل کردن و بزرگترها هم ترحم کردن. در بیرون از خونه هم به همین صورته. چند مورد یا چند تا حدیث هست که در همین حول و حوشه، ولی روایات، الفاظ روایات فرق میکنه. به عرضتون برسونم قضیه خیلی واضح و روشن میشه. پیامبر میفرمایند علیه السلام لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یعرف شرف کبیرنا. این یک لفظ حدیثه. لیس منا وقتی پیامبر میفرمایند علیه السلام از ما نیست، این مشخصه که این راه و روش و شیوه و سنت ما یعنی رسول خدا نیست علیه السلام. اونایی که میخوان پیامبر علیه السلام رو الگو قرار بدن تو زندگیشون، این گونه اعمالی که میگه لیس منا از ما نیست، یعنی شمایی که میخوای پیغمبر رو علیه السلام قدوه خودتون قرار بدید، رعایت بکنید این قضایا، بدونید که جزو سنت پیامبر نیست. لیس منا از ما نیست، از راه و روش و سنت ما نیست. کسی که به کوچکترها رحم نکند، ترحم نکنه و به بزرگترها احترام نکنه، قدر و منزلت و شرف بزرگترها رو درک نکنه، که نمونه های از رفتار پیامبر علیه السلام و اقوال او بیشتر بیان خواهد شد. لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. به همین صورت یه لفظ دیگه هست در روایت دیگه، لیس منا من لم یجل، از اجلاله، من لم یجل کبیرنا و یرحم صغیرنا و یعرف لعالمنا حقه. بازم میفرمایند از راه و روش ما نیست
کسی که اجلال و احترام نکنه به بزرگترامون و ترحم نکنه به کوچکترا و حق علمای ما نشناسه و نفهمه که علمای ما یعنی علمای امت حق دارن، چون پیامبر علیه الصلاة و السلام علما رو میراثبران و وارثان انبیا رو ذکر میکنه. خب خود این احادیث بیانگر این مقدمه بود یا این قاعده بود که اساساً خداوند در این دنیا افراد رو متفاوت خلق کرده، بعضیا مردن بعضیا زنن، خب هر کدوم یه سری خصوصیات دارن، بعضیا سن و سالی ازشون گذشته بعضیا هنوز کم سن و سالن، هر کدوم یه موقعیتی دارن. کسی رئیس و حاکمه، در طول تاریخ بشر همینطوره، بعضیا حاکمن بعضیا دیگه جزء ملت و رعایا هستن، هر کدوم یه موقعیتی دارن، بعضیا قاضیان بعضیا ارباب رجوعن، به همین صورت مدیرن، رئیسن، وزیرن، کسای دیگه زیر دستاشونن، کسایی پولدار و ثروتمندن، کسایی فقیرن، میبینید برخی سالم و تندرستن برخی ها مریضن. به همین صورت تفاوت‌هایی هست که خود این تفاوت‌ها تفاوت در رفتار و تعامل میطلبد. بعضیا آسیب پذیرن، باشی در برخورد با آنها رعایت حالشون کرد، ولی زود رنجیده میشن، جریحه دار میشن، خرد میشن. بعضیا یه احترام خاصی باید بهشون نهاده بشه، موقعیت میطلبه. این جزء آداب دینی ماست و حتی خداوند این قضیه رو به عنوان امتحان و آزمایش الهی معرفی میفرمایند و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون. ما برخی از شما رو وسیله‌ای قرار داده ایم برای آزمایش برخی دیگر. اتصبرون، آیا شکیبایی میکنید؟ این خود این رفتارها و تعامل اگر با صبر و حوصله نباشه رعایت نمیشه. یه وقتی بزرگتر ناراحت میشه، به زیر دست میتازه، میکوبه، با خشونت برخورد میکنه، ترحم نمیکنه، مهر نمیورزه. به عنوان یک پدر دلسوز و مربی و معلم مهربان نمیتونه باشه چون صبر نداره. کوچکترها هم اونایی که در پایین ترن بازم اگر صبور نباشن نمیتونن رعایت حال بزرگترها بکنن. پس اینه که اینا امتحان است، آزمایش است که با عفو، با گذشت، با احترام، با تجلیل، با مهر، با محبت، ولی همه اینا میطلبه که آدم صبور باشه و شکیبا باشه تا بتونه رعایت بکنه. و خود این اختلاف برخوردها و رفتارها به منزلت توهین به طرف مقابل یا به دیگران یا تبعیض در خود جامعه و خانواده نیست. وقتی همه اقشار جامعه بفهمن، هم خودشون موقعیت خودشون و هم دیگران رو درک بکنن، رفتارها وقتی منظم بشه بر مبنای یک فرهنگی که جا افتاده، کوچکتر میدونه وظیفش چیه، بزرگتر هم میفهمه، دیگه به عنوان تبعیض نیست بلکه هر چیز سر جاش گذاشتنه. حتی خداوند پیغمبراش رو علیهم السلام وقتی معرفی میفرمایند تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیغمبرای خدا که ایمان به تک تک اونها واجب ما ایمان داشته باشیم. کفر به یک پیغمبر کفر به همه پیغمبراست، ولی با وجود خداوند میفرمایند اون انبیای خدا هستن، خداوند برخی از پیغمبران رو برخی دیگر تفضیل داده، برتری داده. این اهانت به هیچ کدوم از پیغمبران نیست، بلکه هر کدوم رو در جای خود نگه داشتن، قرار دادن. وقتی میگیم که افضل ترین پیغمبران محمد است علیه السلام، توهین به انبیا نیست. و اگر کسی من باب توهین و تحقیر این قضیه رو مطرح بکنه، نه خدا اجازه داده و نه پیغمبر دوست داشته علیه السلام که ما بگیم محمد علیه السلام افضل ترینه، بعد در مقایسه بخوام به یک پیغمبری اهانت بکنیم، این درست نیست. ولی این حقی است که خدا به پیامبر داده علیه السلام. ما پیغمبران اولوالعزم داریم، پیامبر نوح، پیامبر ابراهیم، موسی و عیسی و محمد علیه السلام. اینا اولوالعزمن، ولی همه پیغمبرها قدر دارن، منزلت دارن، ایمان به اونها، احترام به اونها واجبه. ما انسان ها همینطور، همه انسان ها که در یک حد نیستن، در یک خط نیستن، در یک موقعیت و شرایط نیستن.
اگر کسانی نیاز هست که بهشون تجلیل و احترام بکنیم توهین به دیگران نیست، تبعیض هم نیست. چون در مقابل طرفی که احترام میگذاره پاسخش چیه؟ پاسخش اگر کوچکتره مهر و محبته، همدیگه رو تکمیل میکنن. تجلیل از یه طرف، مهر و محبت از طرف دیگر، دیگه خلایی به وجود نمیاد که طرف احساس بکنه پس به من ظلم شده، من احترام بگذارم اما در جامعه حق ندارم. نخیر، حق دارید. تو خونه هم همینطوره. اگر به بزرگترها احترام میگذارید، بزرگترها هم وظیفه‌ای در قبال کوچکترها دارن. لذا اگر به سیرت پیامبر علیه السلام برگردیم، میبینیم هم رفتار پیامبر علیه السلام هم بیاناتشون کاملا بیانگر این قضیه هست که در رفتار اون بزرگوار رعایت میشده موقعیت شخصیت ها، مقام، منزلت، سابقه درخشان اونها، عناوینی که داشتن. به هر لحاظی اگر فرد و شخصیتی در زندگی و شخصیت او این مقام و منزلتی لحاظ می شده، پیامبر هم علیه السلام براشون یه احترام و برخورد و رفتار خاصی قائل بودن. نمونه هایی رو ذکر خواهیم کرد، قضیه خیلی باز و روشن خواهد شد. در فتح مکه سال 8 وقتی پیامبر علیه السلام مکه رو فتح کردن، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، چون هنوز ابو قحافه پدر ابو بکر مسلمان نشده بود، خیلی هم پیر بود، سالمند بود، نمیتونست خودش راه بیاد، رفت خونه پدرش رو برداشت بلند کرد، آورد خدمت پیامبر علیه السلام، جلو پیامبر گذاشت علیه السلام که اعلان اسلام بکنه. خیلی پیر بود، سر و صورتش کاملا سفید که یک تار مو هم در سر و صورت، موی سیاه در سر و صورتش نبود که خود انس که راوی داستان هست تشبیه میکنه، میگه اصلا سر و صورت ابو قحافه مثل ثقامه بود، یه درختی است که کاملا بوته اون، میوه اون، گل اون سفیده و بالاخص وقتی خشک بشه دیگه کاملا سفید میشه. تشبیه میکنه اینگونه بود که پیامبر فرمودن علیه السلام غیروهما و جنبوا السواد، این سر و صورتش که با این رنگ سفیدی عوض بکنید، تغییر بدید، اما از رنگ سیاه پرهیز بکنید، رنگ سیاه خالص. مهم نکته شاهد اینه که وقتی ابوبکر رضی الله عنه پدر پیرش رو آورد جلو پیامبر گذاشت علیه السلام، پیامبر فرمودن علیه السلام لو اقررت الشیخ فی بیته لاتیناه مکرمة لابی بکر، فرمودن اگر این پیر رو، پدر پیرت رو تو خونه نگه می داشتید، ما یعنی پیغمبر خدا علیه السلام ما می اومدیم خدمتش به خاطر تکریم و تجلیل از ابوبکر. مگر ابوبکر با دیگرها فرق داره؟ بله فرق داره. پیامبر این تفاوت رو میخواد رعایت بکنه، میخواد تجلیل و تکریم بکنه از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، چون ابوبکر سابقه درخشان داره، اون همه خدمات، اون همه فداکاری، اخلاص، صداقت در 13 سال دوران رسالت پیامبر علیه السلام تو مکه و بعدم در خود مدینه. می اگر اونو نگه می داشتید ما می اومدیم خونت پیش این پیرمرد، مکرمة لابی بکر، جهت تکریم و تجلیل از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ابوبکری که پیامبر علیه السلام این گونه پیرامونش میفرمایند ان الله بعثنی الیکم فقلتم کذبت. یه مسئله پیش اومد پیش میان ابوبکر و عمر رضی الله عنهما. ابوبکر معذرت خواهی کرد اما عمر نپذیرفت. شتابان ابوبکر اومد خدمت پیامبر علیه السلام که من معذرت خواهی کردم، اما عمر نپذیرفت. گویا عمر بازم پشیمون شد، اومد پیش پیامبر علیه السلام، شنیده بود که ابوبکر اونجاست. مهم وقتی عمر اومد رو کرد پیامبر علیه السلام به عمر و اون جمعی که بودن، چون خود ابوبکر جزو سابقینه، زودتر از عمر ایمان آورده بود، بدون اینکه هم کمترین درنگی بکنه. وقتی شنید که پیامبر علیه السلام اعلان میکنه من رسول خدایم، باور کرد بدون کمترین تأخیر. فرمودن خداوند مرا فرستاد به سوی شما به عنوان پیغمبر، گفتید که دروغ میگید. خیلیشون بعد مسلمون شدن، در ابتدا میگفتن نه دارید دروغ میگید. و قال ابوبکر صدق،
اما ابوبکر کسی بود که در همون وهله اول این گونه جواب دادن که راست فرمود، راست گفت پیامبر علیه الصلاه و السلام و واسانی به نفسه و ماله فهل انتم تارکوا لی صاحبی. ابوبکر کسی است که با مال و جانش مرا یاری داده است، مال و جانش رو فدایم کرده است. آیا شما دست از سر دوستم بر می‌دارید؟ آیا دوستم رو به حال خودش رها می‌کنید؟ صاحبش و دوستش یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. خب این تکریم بود برای ابوبکر. افرادی هستن با سابقه ان، خدمتی کردن به جامعه، خب سالهای سال بعدم گذشته از خدماتشون، نبایستی ما فراموش بکنیم، ازشون احترامشون رو داشته باشیم، تجلیل بکنیم، تکریم بکنیم. بس این تجلیل کردن و تکریم کردن از یه شخصیت جزء پدیده هایی نیست که بگیم حالا امروزه جا افتاده، نه خیر، جزء فرهنگ دینی ماست. حالا گهگاهی فراموش میشه، ما تصور میکنیم که حالا این قضیه مثلا انسان ترقی کرده، با فرهنگ شده، به اصطلاح درس خونده، تحصیل کرده، دانشگاه رفته، حالا راهها پیدا کرده که چگونه مثلا احترام دیگران رو نگه داره. نه خیر، جزء آداب دینی ماست، اصالت فرهنگی ما رو میرسونه که ما فراموشش کردیم. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه بزرگ قوم خودش بود، قبیله اوس. بعد از غزوه خندق که قبیله بنی قریظه از قبایل یهود خیانت کرده بودن، مهم نمیخوام جریان رو تعریف بکنم، نهایتاً به این نتیجه رسیدن که سعد بن معاذ بیاد داوری بکنه بین مسلمین و بین خود بنی قریظه، یعنی یک قضاوتی رو بنی قریظه بکنه. لحظه ای که چون مریضم بود، زخمی شده بود در خود جنگ، سعد بن معاذ سوار بر مرکبش میومد، پیامبر علیه الصلاه و السلام با جمعی نشسته بودن. از دور وقتی سعد رو دیدن فرمودن قوموا الی سیدکم، رو کردن بلخص به انصار، فرمودن برخیزید برید به سوی سیدتون، چرا نشستید؟ آقای شماست، بزرگ شماست، بلند شید برید به استقبالش. پس این که آدم بلند بشه بره چند قدم جلو استقبال یه بزرگ بکنه، اینا دیگه جزو آداب و فرهنگ دینی ماست. قوموا الی سیدکم، بلند شید برید، چرا نشستید همینطوری بیخیال؟ خب بزرگ قوم شماست، احترام داره برای خودش. همچنین حتی نحوه استقبال ببینی چقدر زیباست. نحوه استقبال آدم مثلا از یک میهمان، حالا هرچی میهمان گرانقدرتر باشه، با شخصیت تر باشه، نحوه استقبالش هم فرق میکنه. حتی لباسی که میزبان بر تن میکنه، اگر من و تو میزبان یک شخصیت و میهمان والایی هستیم، نحوه استقبالمون، حتی مثلا سر و وضعمون مثلا به چه صورت باشه، اینا همه جزء تجلیل و تکریم از خود میهمانه. روزی از روزها دم در مسجد یه نوع لباسی که از ابریشم بود میفروختن، البته از ابریشم بود و ابریشم هم که همون حریر باشه برای مرد حرامه. وقتی عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه این قضیه رو دیدن، به پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام که این لباس رو بخر، برای شما خیلی مناسبه، خودت رو آراسته میکنید ای رسول خدا علیه الصلاه و السلام، در روز عید مزین میکنید با این لباس زیبا، و هم خودت رو آراسته و مزین میکنید وقتی وفود، هیئت‌های نمایندگی قبایل میان، نمایندگان قبایل میومدن اعلان اسلام میکردن، پیامبر هم علیه الصلاه و السلام ازشون استقبال میکرد. همونگونه که امروزه مثلا میبینید خب یه حاکم، یه رهبر از سران و نمایندگان یک کشور دیگه مثلا پذیرایی میکنه. فرمودن این لباس رو بخر، خودت رو مزین و آراسته میکنی در روز عید و هنگام استقبال از نمایندگان قبایل، شخصیت ها. پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام این لباس مال کسایی است که در قیامت بهره ای ندارن، چون لباس ابریشمه. یعنی از یک بود تأیید کردن کار عمر، نگفتن که نه آدم در استقبالش که نیاز به آراستگی نداره، نه فرمودن چون لباس ابریشمه من نمیتونم بخرم. منظور این بود. یعنی حتی نحوه استقبال، آدم یه وقتی با دوست شبانه روز رفت آمد داره، یه وقتی با لباس خوابم نشست و برخاست میکنی دوستته، ولی یک میهمان با لباس خواب بیاد ازش استقبال بکنید، شخصیت خودت هم خرد کردید و هم بی احترامی نسبت به اون میهمانی است که با شخصیت.
بزرگسالان، سالمندان، پیران در جامعه خیلی ارزش دارن، قدر و منزلت دارن. یک مؤمن و مسلمون وقتی به سنین پیری میرسد، اون تار مویی که در سر و صورتش سفید میگردد نوری از انوار الهی است. بعد از اون اگر 60-70 سال 80 سال از خدا عمر گرفته، مؤمن بوده، یعنی 80 سال با ایمان به خدا زندگی کرده، در این دوران 80 سالش اهل نماز بوده، اهل مسجد بوده، اهل تقوا بوده، اهل زکات و حج و صدقه و سجده و رکوع و توبه و استغفار و عبادات بوده. اینا همه چی زمینه تقرب به سوی خدا داشته. آیا شایسته نیست که ما احترام همچه شخصیتی رو بکنیم؟ یه ریش سفید، یه مو سفید، یه سالمن، یه بزرگسال. قطعا ما احادیث فراوانی داریم، یه سری احادیثی که در ابتدا گذشت که احترام بزرگ. اما حدیث بسیار عظیمی در این زمینه هست. پیامبر میفرمایند علیه الصلاة و السلام: ان من اجلال الله اکرام ذی الشیبه. ان من اجلال الله اکرام ذی الشیبه، شیبة المسلم و حامل القرآن الغیر الغالی فیه و الجافی عنه و اکرام ذی السلطان المقسط. از اجلال یعنی از نشانهای تعظیم خدا، یعنی یه وقتی ما میتونیم تو زندگیمون بفهمیم که خدا رو بزرگ میداریم، خدا رو عظیم میبینیم. از کدوم کانال ها؟ یکی از راهاش اینه که وقتی آدم بیاد به یه مسلمون پیر سالمندی احترام بگذاره، یعنی خدا رو تعظیم کردید. چرا؟ گفتیم این پیرمرد سالهای سال در خدمت خدا بوده، خدا رو بندگی کرده. تو وقتی احترامش بگذارید یعنی چی؟ یعنی تعظیم خدا کردید، یعنی به خاطر خدا، به خاطر ایمانش، به خاطر اسلامش. لذا میگه ذی شیبة المسلم، مسلمون اینگونه قدر. و همچنین حامل قرآن، کسی که اهل قرآنه، که درش افراط و تفرید نکنه، حافظ قرآن است، معلم قرآنه، مفسر قرآنه، اینا احترام دارن، احترامشون تعظیم خداست. اکرام و تجلیل از حاکم عادل، از رئیس و رهبر عادل تکریم کردن جزو تعظیم رب العالمینه. اینا جزو فرهنگ دینی ماست. یا مثلا به عنوان مثال روایت داریم که پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام کسی که پیش نماز میشه نسبت به کلام خدا بیشتر از بر داشته باشه، حافظ کل قرآن یا اجزای بیشتری باشه. اگر چند نفر باشن که در حفظ قرآن با هم مساوی باشن، اونی که مثلا هجرت کرده جز مهاجرینه. اگر همشون در هجرت هم مساوی باشن، اونی که سنش بیشتره، سن و سالی ازش گذشته. یعنی در خود قرآن، از برداشتن قرآن، در علم، در هجرت، در این امتیازات با هم مساویان. دیگه به سن نگاه بکنید که سنش بیشتره. یا حتی در آداب سلام کردن پیامبر می‌فرمایند علیه الصلاه و السلام: یسلم الصغیر علی الکبیر. صغیر، کودکان، بچه‌ها سلام بکنن بر بزرگترها من باب احترام دیگه. حالا اگر بچه سلام نکرد یا عرف به گونه است که تعلیم داده نشده، بزرگتر سلام میکنه. پیامبر علیه الصلاه و السلام سلام میکردن به کودکان. شاید کودک متوجه نیست، ولی مهم اینه که اساساً تعلیم و تربیت به این صورت باشه که کوچکترها سلام بکنن به بزرگترها. یا به عنوان مثال 2 نفر اومدن، برادر بودن به نام حویصه و محیصه، پیش پیامبر اومدن. یکیشون کوچکتر بود، تا شروع کرد کوچکتره به صحبت کردن، پیامبر فرمود کبر کبر، اول بزرگتره حرف بزنه. اینقدر آداب اجتماعی ما داریم. بزرگتر گفتن، کوچکتر گفتن، رعایت بشه. همچنین خود کوچکترها علی کل حال اگر گفته شد که احترام بزرگترها رو نگه دارن، بزرگترها هم پدر دلسوز، اگر یه وقتی نیاز به آموزش دارن، یک مربی و معلم مهربانی براشون باشی، صبور باشی. انس میگه که پیامبر علیه الصلاه و السلام به خونه ما میومد، خیلی راحت بود با ما، سری به خونمون میزد. برادر کوچکی داشتیم به نام ابو عمیر، برادر انس بود، خیلی کوچک بود، پرنده‌ای داشت، با پرنده بازی میکرد. پیامبر هر وقت که میومد رو میکرد به برادرم میگفت یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اسم اون پرنده نغیر بود. ای ابو عمیر، با زبان همون شیرینش، پرنده چه شد؟ کجا رفت؟ این حتی بچه و کودک که گوشه خونه بود رهاش نمیکرد، به بزرگترها سلام میکرد، احوال پرسی میکرد، با کودک هم حرف میزد. یه وقتی آدم بزرگ مثلا تو خونه میاد، کودکان هستن، یک نوجوانی مثلا هست،
شروع میکنیم مثلا صحبت کردن با بزرگترها، اون بیچاره تو گوشه خونه نشسته چشم به انتظاره که یه احوال پرسی هم بکنه، یه حرفی بزرگتر باش بزنه، حرفی هم باش نمیزنیم، طرف احساس میکنه که کسی تحویلمون نمیگیره، دل شکسته میشه، تأثیر میگذاره روش. اینه که پدر وقتی وارد خونه شد اگر با بزرگترها سلام کرد، با مادرشون صحبت کرد، احوال پرسی کرد، به بچه هم فراموش نکنه. اون هم انتظار دارن که پدرم بیاد یه دستی بر سرشون بکشه، یه بوسه‌ای به اون بچه ها و اون کودکا بزنه. انتظار دارن. اینطوری نیست که همیشه بزرگترها در انتظار احوال پرسی و سلام و اینا باشن. با توجه به بحثایی که شد، بنده نمیخوام وقتتون بگیرم، یه نکته‌ای فقط در پایان عرض بشه. با توجه به این بحثایی که شد در زمینه تربیت فرزندان و در زمینه مسائل تربیتی که تو جامعه شکل میگیره، تو مسجد، تو جاهای دیگه و حتی خودمون، من یه سری داستانهایی به صورت خیلی خلاصه بهش اشاره میکنم، حتی خودمون بدونیم اگر ما همچه آداب و اخلاقی داریم، هر کس و هر شخص بایستی قدر و منزلت خودش رو درک بکنه. به قول معروف پا از گلیم خودمون بیرون نگذاریم، پا رو فراتر از اون پله هایی که بایستی در اونجا بایستیم نگذاریم، همون جایی که جایگاهمون خودمون رو قرار بدیم، دخالت در شخصیت و موقعیت دیگران نکنیم. این جزو آداب دینی ماست که به یک سری داستانها اشاره میشه و انشالله به عرائض خاتمه داده خواهد شد. یکی از این موارد اینه که پیامبر علیه السلام برای مصالحه بین قوم بنی عوف رفته بودن، دیر شد، وقت نماز بود، مؤذن اومد پیشنهاد داد به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که پیش نماز بشه. پیش نماز شد. در ضمن نماز پیامبر علیه السلام وارد صف نماز شد. پیش نماز ابوبکر بود. صحابه اشاره کردن با هر نحوی که بود که ابوبکر رو متوجه بکنن که پیامبر اومده. متوجه نمیشد تا اینکه نهایتا متوجه شدن که بله پیامبر علیه السلام تو صفه. اومدن عقب. پیامبر فرمودن نخیر، سر جات وایستا، اما نایستاد، اومد عقب و نهایتش پیامبر رفتن سر جای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. فرمودن پیامبر علیه السلام یا ابابکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، چه باعث شد که وقتی به فرمان دادم سر جای وایستید نایستادید، برگشتید؟ جواب ابوبکر رو بدید. فرمودن ما کان لابن ابی قحافه ان یصلی بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابن ابی قحافه خودش، فرزند ابو قحافه یعنی ابوبکر، در شأنش نیست که جلو پیامبر وایسته و پیامبر پشت سرش نماز بخونه. شما رسول خدایید، نه قدر و منزلت هر کس باید درک بکنه. سزاوار ابوبکر نیست که جلو پیامبر وایسته نماز بخونه علیه السلام. یا مثلا داریم که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه در رابطه با ابوبکر میگه که اگر مرا بیارن و گردنم رو بزنن برام بهتر و راحت تر است که من امیر قومی باشم که در میان اون قوم ابوبکر باشه. یعنی تا زمانی که ابوبکر هست من ابا دارم که امیر بر ابوبکر باشه. یعنی جایگاه ابوبکر رو بالاتر از خودش میدونه. عبدالله ابن عباس بچه بود در اون دوران، در دوران پیامبر علیه السلام، میگه شبی از شبها برخواستم که رسول خدا علیه السلام نماز میخونه، نماز تهجد. پشت سرش رفتم که نماز بخونم، مرو آورد کنار خودش گذاشت. دوباره برگشتم تا پیامبر مشغول میشد به نمازش، برمیگشتم پشت سر پیامبر علیه السلام. بعد از نماز بهم گفت ای ابن عباس چرا این کارو کردید؟ من تو رو می آوردم کنار خودم، هی برمیگشتید به عقب میرفتید پشت سر من. ببینید جواب این نوجوان: او ینبغی لاحد ان یصلی حذاءک و انت رسول الله صلی الله علیه و سلم الذی اعطاک الله. آیا سزاوار کسی هست که هم ردیف شما و در کنار شما وایسته و نماز بخونه؟ شما پیغمبر خدایید و خدا اون مقام و جایگاه به شما داده، من به خودم اجازه ندادم که بیام در ردیف شما قرار بگیرم. خوشش اومد پیامبر علیه السلام از این ادب والای ابن عباس و بهش دعا کردن که خدایا بر علم و فهم و دانشش بیفزا و شد حبر امت، عالم و دانشمند و مفسر قرآن. ببینید ادب این گونه برکت داره. ادب رو رعایت کرد، پیامبر بهش دعا فرمودن و شد حبر و مفسر قرآن. با یک ادب رعایت کردن. برکات اخلاق این گونه هست.
آخرین داستان بازم در همین زمینه، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما میگه که ببین وقتی تربیت صحیح باشه ایمان چه میسازه. میگه که روزی از روزها پیامبر فرمودن علیه السلام یه درختی است، ان من الشجره شجره مثلها یا مثلها كمثل المسلم. در یه جمعی بودن، پیامبر علیه السلام، ابن عمر نوجوان بود، فرمودن ای مردم یه درختی است، حالت معما سوالی داشتن پیامبر علیه السلام که یه مقدار اذهان رو متوجه بکنن. یه درختی هست که مثال و مانند مؤمن و مسلمانه، اون درخت چیه؟ ابن عمر میگه من فوراً به ذهنم رسید که اون درخت چیه. نگاه کردم که همه از من بزرگترن، به خودم اجازه ندادم بزرگتران نشستن من بگم. ببینید تا این حد سوالی که وقتی جواب بده یه افتخارم داره، ولی با وجود این تحمل کرد، نگفت که نه من بگم تا از من تعریف بشه فلان بشه. نگاه کردم همه بزرگترن، سن و سالی ازشون گذشته، جواب نمیدن، من جواب بدم نه، سکوت کردم. خودم رو شناختم که در چه حدیم. بعد پیامبر فرمودن که درخت نخل شبیه به مسلمونه از نظر ریشه و از نظر اون قد و قامت بلند و ثمراتش و فایده رسانیش. مهم اینه که افراد درک بکنن موقعیت افراد دیگر، همینطوری نپریم بزرگتری حرف میزند کوچکتری گفتن. اینکه بعضی حتی اجازه نمیدن، تا بزرگتر شروع کرد اصلا میپرن که حالا یا بزرگتر دیگه باید کنار بکشه خودشو یا دیگه ناراحت بشه، یه مقدار هم داد و فریاد بکشه. اینه که انشالله این قضایا رعایت بشه، جزو آداب و اخلاق شرعی است که در درون خونه و در بیرون از خونه. سوالی که خب مطرح شده میتونه زمینه بحث باشه انشالله اگر خدا توفیق بده، چون اگر بخوایم بحث بکنیم بحث طولانی است. جلسه خاصی انشالله قطعا باید جلسه خاصی بهش داده بشه. انشالله ماه رمضان نزدیک میشه، در ضمن بحثایی که در ماه رمضان داریم به این قضیه اشاره بشه، چون گفته اگر پدر و مادری در حق فرزندشون ظلم بکنن جزای اونها چیست و همچنین حقوق پدر و مادر بر فرزندا و همچنین بالعکس. همه این مسائل خب مسائل خانوادگی است، حقوق پدر و مادر و بالعکس اگر یه وقتی پدر و مادر ظلم بکنن، مگر پیش میاد که پدر و مادر هم به فرزندشون ظلم بکنن؟ بله پیش میاد که یه وقتی پدر و مادر با اون جایگاه و اون حقی که دارن یه وقتی در حق فرزنداشون ظلم میکنن. انشالله حضور رو داشته باشید و از بیاناتی که پیرامون نحوه و کیفیت استقبال از رمضان بیان خواهد شد انشالله کمال استفاده رو ببرید. من بیش از این وقت رو نمیگیرم، البته بیش از اندازه‌ای که قرار بود وقتتون گرفته شد. از همه شما معذرت میخوام و همه شما رو به خدای منان میسپارم. موفق و مؤید باشید و آخر دعوای ان الحمد لله رب العالمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.